یه ماهیگیر جنوبی تو خلیج فارس تور انداخته بود که اتفاق این آچار جغجغه اسناپون آمریکایی افتاده بود تو تورش و الان برا ما فرستاده که بازسازی و ترمیمش کنیم. بریم تو کارش. از اونجایی که 36 سال زیر آب، بعید به این راحتی پیچش باز بشه، برا همین چربش میکنیم، گرمش میکنیم که بالاخره بتونیم پیچاش رو باز کنیم و یک گوشه میذاریم که یه وقت گم نشن. در پوش سرش رو باز میکنیم و قطعاتی که با زبون خوش در میان مثل چرخ دنده رو با دست در میاریم. قطعاتی هم مثل زامن، کلید، فنر که زبون خوش حالشون نیست رو با زور در میاریم. بعدش کل قطعات رو یه جا میذاریم توی محلول ضد زنگ و 12 ساعت به حال خودش رها میکنیم و بعدش هم با یه دستمال تک تکشون رو خشک میکنیم. با یه فرچه به جونش میافتیم که صرفاً لکاش بره و حالا باش کار داریم. میریم سراغ زنگ‌های دونه درشت، با یه دونه بروس به جونش میافتیم و برای زنگ‌های ریستر داخل سرش هم به این بروس کوچیک رو میاریم. با یه گیر محکم میبندیمش چون وقت سوهانکاریه. اینقدر میسابیم که بتونیم گرد ناب اسناپون رو با دستامون لمس کنیم. تموم نشده و نوبت سنباده زنیه. چون به اون پیرمرد قول دادم که اینو نو کنم و پولیش کاریش میکنیم که قشنگ مثل آینه برق بزنه. تک تک این مراحل رو روی قطعات هم انجام میدیم، ولی سریع انجامش میدم که حوصله‌تون سر نره و به بخش اصلی ماجرا برسیم. یعنی جایگذاری قطعات که از یه عمل جراحی هم سخت‌تره، مثلا این بخش فنرش که 2-3 بار براش تلاش کردیم. کل قطعاتو که گذاشتیم سر جاش، چرخ دنده رو یه گریسی میزنیم که قشنگ روون باشه و در پوش سرش رو میبندیم. تا من اینو یه واکسی میزنم که لکه‌اش بره. شما هم اگه فنیکار یا عشق ابزاری یه فالو بکن، قول میدم که پشیمون نشی.